به کانال عجیب و دانستنی با فروزان خوش اومدید. تو ویدیوهای قبلی گلای عجیب و زیبایی رو دیدیم که به شکل پرنده، انسان یا حیوانات بودن و توی این کلیپ میوه ها و خوراکی هایی رو میبینید که این شکل‌ها رو دارن. این کلیپ بدون شرحه. اگه تو هم مثل من به نظم طبیعت و خالق هستی اعتقاد داری، این ویدیو رو لایک کن. بازم اگه خوشت اومد ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کنید که از فیلم‌های جذاب بعدمون با خبر بشید و با هم کلی عجایب ببینید. لطفاً برام کامنت بذارید و با لایک و نظرات خوبتون منو حمایت کنید. عجایب طبیعت اونقدر زیاده که دیدن فقط گوشه از اونها خودش دلیل محکمی بر وجود خالق هستیه. به نظرتون این میوه ها با این شکلای عجیب غریب و شگفت انگیزشون چی میخوان به ما بگن و چی رو میخوان به ما ثابت کنن؟ نظر شما چیه؟